سلام علیکم و رحمت الله و برکات دوستان عزیزان و بینندگان شبکه یوتیوب و فیسبوک. امیدوارم که همه کسا خوب و صحت و سربلند باشید. طول یک چند روز شد که سلسله فیلم با نام همچون یک پریزیدنت غمخور یا که همچون یک پیشوای غمخور، همچون یک پدر غمخور در شبکه‌های اینترنتی چی فیسبوک، یوتیوب و دیگر شبکه‌ها چکو کرده است، دعوت زده است. این هم باشد یک سلسله فیلمی که خیلی یتیموف ساخته شده است. این سلسله فیلم را ساخته است، یعنی که رحمانوف میرود یک همچون یک نفر غمخور خچه به مردم به ملت نشون میده. حاضر ما اون نوار را تماشا میکنیم و بعد برمیگردیم به نام چی؟ من خواننده صنف چاری گید در مدرسه تسلیت بنیامین رقم میکنم. از روی ادبیاتی سیوم اشتو کردم و جای سیوم رو خیلی میتونم. نه من شما رو میتونم. داستانی میر سعید میرشکر، پیشلاقی تیلایی. نشستم دوش با مردی کهنسال، عجب مردی سخنور بود و خوشحال. بود از پامیر آن مردی خیرتمند، حکایت کرد بر من شاد و خرسند. شنیدم من حکایت های او را، به نظم آورده بنویسم در اینجا. شنیدم از پدر این داستان را، پدر بشنیده از باباش آن را. ولی بابا زی باباهای دیگر شنیدند این حکایت را برادر. هزاران سال گویا که از این پیش، وقتی مردنش پیری دل ریش. بیاران کرده است انسان روایت، کمی از سرگذشت خود حکایت. در ایام جوانی دوستانم که محکم بود زوری بازوانم، برای صید روزی رفته بودم، پی آهوی کوهی گشته بودم. گذشتم از بیابانها و کوهسار، مدارم رفت و افتادم چو بیمار. 2 روز و شب ندیدم راحت و خواب، دلم خسته و لب تشنه آب. چون نزدیک آمدم بر ساحلی وی، بنوشیدم زی آبش سیر گشتم. بگرفتم زور از نو شیر گشتم، زی بالا لبلبی جوبار دیدم، که آمد سیبکی سرخ دویدم. به استقبالش بگرفتم من او را، عجب سیبی خوش طعم زیبا. خونه باز خب دوستان عزیز، دیدید یک کودک را آوردن در اینجا یک شعر خون، شعری از شاعری مشهوری تاجیکستان میر سعید میرشکر بود. خطا نکنم قشلاق تیلایی بود. رحمانوف علاکه چکو که هست همون چیزایی که همین شعرهایی میخونن که گویا که مثل همون لیلین یک چی آوردن، یک قشلاق تیلایی ساختنی. و ببینید هموطنای عزیز که این قشلاق تیلایی رو گویا رحمانوف در تاجیکستان ساخته است. و ما میگذاریم به قسمت دویومش، یعنی که به قسمت دویومش رحمانوف چیکار میکنه؟ میآید در این باز دوباره قطع میشود، نوار قطع میشود، دوباره نشان میدن در سری دیمش نشان میدن. رحمانوف میآید این کودک گویا که میشناسد و از چی؟ از پدر مادر و از زندگیش بگیم که میپرسد که چه حال داری و این کودک چیکار میکنه؟ گریان میشود. و رحمانوف همچون یک پدر غمخور خچه چیکار میکنه در اون سیناریا، در اون فیلم هایی که هندوگی همه ما و شما تماشا میکردیم، در اونجا چیکار میکنه؟ خچه نشان میده و معرفی میکنه خچه همچون یک پدر غمخور و همچون یک پدری باننگ بناموس. و
برمیگردیم این نوار رو تماشا میکنیم هموطنان، باز برمیگردیم و جو یکم گرفتی؟ من خواننده سیفچوری میگه در قصه تصویر بینه می رقم شخص کنم از روی ادبیاتی سیون اشتر کردم و روی سیون رو خیلی من میدارم. نه من شما رو گوش کردم برای من خانه باز هر سال میگذاره هر سال خب پیش رو کنید گپ درباره مبلغش نمیره. شما بینید من شناختم چند سال هستی؟ 10 ساله ما این 10 ساله حاضر پدر مادر چیکار میکنن؟ مادرم خانشی است، پدرم سرحدی. پدر چی؟ سرحدی. سرحدمون؟ اوه نظامی بله باید شما چی میشه؟ دکتر؟ برای چی؟ برای کریه نکنه که گازم برای چی؟ ها؟ چی هست؟ بیشتری مموری رو میگم بیشتری مموری داره اگر تمامت میکنه چی کنه هست؟ باید تا دا کی بیمار است؟ چی کس هستی؟ بیماری که بود دکتر چی رفتی دکتر؟ بودن؟ چی گفتن؟ چی گفتن دکتر؟ برای در پروژه آبادی بود گره نکن خواه کردی؟ ولی ما روان میکنم شما رو تشخیص میکنم نمیده تا آباد میکنی گره نکن نه بشه بسرم انا بدونی از چی شده خروب میکنی سریا؟ نه میخوای خروب چی میکنی سریا؟ سریع دارم که هر پاره من مدرم خودش میکنه پاریزی ها؟ نوعی نام ناسه باشه نوشته میگیری کدام مکتب رو تحصیل میکنم وزیر گم میذاری مریضی بیده قبای بروده باید برم اومد بیمارم تشخیص میکنم تبابت بیکنم مدر تبابتی بیپول ببینید هموطنان عزیز، رحمان و خچه یک پدری غمخوار و یک پدری گویو که غمخوار این ملت و وطن است و فرزندهای مردم همچون یک سیله کرد و این نوار همه ما و شما دیدیم و همه ما و شما خوب شاهد حال بدیم که سال گذشته مادر سابق زندانی جنیدلو خدایارف برای شکایت کردن به نزد رحمانوف وقتی که رحمانوف سفر کرد به ناحیه رشت مادر میخواست که یک شکایتی که به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان یعنی به هم پیشوای غمخوار یک شکایت خود را برسونه و اما متاسفانه اون مادر را چکار کردن همین سگای کمیته یتیموف و بازداشت کردن و نموندن که اون مادر از شکایت های خودش به پرزیدنت رساند و میگردیم صدای مادر را گوش میکنیم و بعد غرم در خیسم رفتم ایدرنی زل برو وردانم که بگه یاسم میکشم ویده یاسم میکشم هم یک لقای حرقه میکشی که اونم مطلق داوی میاسد بخص بیشید اومدم بالمیسا بخشیدم سو ایدفعه با این پرزیدنت اومد من میخواستم که کشورهای پرزیدنت بروم من مادری 9 فرزندم من در دولت شانس کار کردم این خیسن اومدن من انی دو خیانت جنایت کاری که حق ملت دولت نشون و حق دولت پایمال بکنن ایدیو زرینه ایدیو فرزبایت یعنی بکرد ببینه که یا مادر میخواست که شکایتی خدشه به رحمانوف برسونه پس این کمیته یتیموف که در امنیت رحمانوف است این چخل کرد که این کودک رو یعنی به همون علک خودش نگذرون. سبب در چی بود؟ سبب در اون بود که خود یتیموف این سلسله فیلم ساخت و برای آینده که مون خودش هم چون یک رئیسی
کمیته امنیت ملی جمهوری تاجیکستان ماند و همچون یک سلسله فیلم هندوگی و مردم نشان دادند که زیاده در شبکه فیسبوک تقریبا 100 یا 300 هزار نفرات تماشا کردند فقط در یک کانال. اون پخش شد که علاقه در چند کانال تماشا کردند و این بود یکی از جنگ های اطلاعاتی رحمانوف هم هست که چون که خود را چکار میکند نشان میدهد در نزد مردم همچون یک نفر غمخوار و تندوست و ملت دوست. مدامی که رحمانوف اگر تو ملت دوست میبودی و تندوست میبودی امروز میتوانستی که ساحه طب را به یک درجه بلند میبرآوردی که مردم دیگه به کمک تو نیاز نداشتند. کسل میشید، نفر کسل میشید، میره خودشا بدون پول طبابت میکن. اما متاسفانه همه را مناپولیا کرده و هر یک قدم زدگی امروز فرزند این ملت جمهوری تاجیکستان و پول است متاسفانه. و این بود یکی از سلسله فیلم های یک چند دقیقه کمیته یتیموف و مردم نشان داد که پیشوایش همچون پیشوای غمخوار است. چون که یتیموف و رمضان رحیمزاده همه ما و شما خوب شاهد داریم که وزارت کارهای داخله و کمیته امنیت جمهوری تاجیکستان بین خود یک رقابت دارند در باره چی چاپلوسی و کسلیسی. بین خود رقابت دارند تا که امسال سال 2020 است باید اینها چکار کنند از بین بروند و این نفرها هر یک قدمش رقابت دارند که چون که در آینده کرسی اینها بشینند در سر همین کرسی خود. و همین گفتنی دارم. باقی در امان خدا باشید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.